نه درخت سیب گلابی میده، نه شغال شیر میزد. بی خود هر کوچیکی رو بزرگ نکنی که بزرگی ذات میخواد. روز بعد که سرت بیاد خرم نصیحتت میکنم. من 2 بدهی تو این دنیا دارم. اولی اونایی که بهم محبت کردن، دومی اونایی که بهم نامردی کردن. چه خوبی چه بدی به وقتش جبران میشه. من از قرض بدم میاد. هرچی که سنت بالاتر میره معنی زل زدنهای بابات به فرش رو بیشتر میفهمی. آدمیزاد یه سری کارا رو میکنه تا شرمنده دلش نشه، ولی بعدش شرمنده عقلش میشه. وقتی خدا رنگ واقعی بعضیا رو نشونت داد، سعی نکن دوباره رنگ‌آمیزیشون کنی. هرچی با هر کی کردی خودت هم یه روز طعمشو میچشی. کفش خدا که پاشنه نداره صدا کنه، اما میرسی. صبر کن.